خوش اومد به یه ویدیو دیگه. من من بولی گیمرم. آقا بریم یه دست بیتبال بازی کنیم. بچه ویدیویی که گرفته بودم اومده بود گفته بود، گفتم چالش بدید فلان بسار. 2 نفرتون گفته بود که نو بلاک بدون وول برو، بدون بلاک. حالا یکیش که اکشن تایمر بود، یکی از دوستان به چنلش سر بزنید. ویدیوش جالب نیستش ولی خب آره به چنلش سر بزنید، خیلی ویدیوش باحاله. یکی خود اکشن تایمر گفته بود بدون بلاک برو، یکی گفته بود نوول بود، نوول برو، یکی گفته بود نوول بود، نوول یعنی بدون وول بره. خب نکته جالبش اینه که ما میتونیم با چوب بریم. من سولو هم پلی بدم که سولو باشم. نکته جالبش اینه که میتونیم با چوب بریم، میتونیم با چی اسمش کلی هم بریم. یه دونه چوب داریم آپشنمون، یه دونه کلی هم داریم. وول نباید استفاده کنیم خب، و این کارمون رو سخت میکنه. میتونم وایسم مثلا حریفم به هم راش بده، چه میدونم اول دیفن میدم چون نمیتونم بزنم. خب میتونم یه کاری کنم که حریفم به هم راش بده که اونم واقعا کار جالبی نیست. خب بله اینا فورنایت بده میدم. چطوری داشت فورنایت خوبه؟ اون بالا هوا خوبه؟ چطوری داشت؟ بفاین نخریدم. یه رو نگاه کنی. ایزی. خب این از اولین قربانی بود. من بلاک نباید استفاده کنم، تنها بعدیش این. اوکی اینجا میگم از اینا میخواید. چرا من با من چرا اصلا یه همچین چیزی رو باید اصلا اکسپتش کنم؟ نباید اصلا یوز بدم. من بلاک برای من با ارزش ترین چیزیه که من برام وجود داره. اینم پادگیش میکنیم. چرا بچه خیلی بد شد قیافش که بده. خب بریم سراغ کلیم. وای TNT میتونم بیارم TNT جامپ بزنم. آقا برو بریم لیتس گو. اما قبل از این TNT بیارم اینو میخورم، بعد TNT میگیرم میخورم and یک عدد دور. میتونم حتی یه 16 تا از اینا بگیرم. به و یه استکلم میتونم که بهش دردم هم نمیخوره. آقا برو بریم لیتس گو. الان مردم میبینم یه یارو کی داره کلی داره بیرید میزن. اوش و نو استک هر چی دم دستشونه به قرآن به من میگه. من چرا گفتم هرچی چلنج دارید بهم بدین؟ نه خدا بود حاجی 40 تا چیز بود، 8 تا اون دارم محاسبه میکنم. 4 تا 8 تا پولم چرا وول خریدم بابا، عادت کردم. این چه چیزیه؟ من چرا اکسپت کردم مثلا همچین چیزیه؟ بابا بریم نمیشه کاریش. من یکی بهم راش میده. خب بهم یکی راش بده منو میکشه، یعنی علاوه بر این که میکشه دیگه چرا این کارو کردم دلیلی ندارم. خب باختن PvP رو. قشنگ تابلو بود که می‌بازم. من میذاشتم میاد بیرون بلاک میذاشتم بلاکینش می‌زدم. خب ولی بدش زدم تا الان تا اینجای بازی که خیلی خوب رفته جلو. بابا وول نمیخوام.
من ویدیو رو باید بزنم اول استفاده کنم بعد ویدیو رو دوباره چیز نظریه خیلی خوبی. بابا نه what the fuck وقتی انقدر بیریزی میزنی که اصلا یادت میره چجوری باید اینجا بیریزی بزنی. حاجی میخوام یه ویدیو بگیرم در مورد موزم چیه و چرا اصلا یکی گفت چی اوتو کلیک داری منظورش موس من دوستان گوش بدید یه حالت واقعا درست گفت چون واقعا یه حالت اوتو کلیکه و میگید مثلا سی پی اس زیاد میگیره سر همونه خب و اینجوری نیستش که بگیم آقا فلان داره. چرا خود منو بزن بلاش میذارم میام این چه کاری. یه ویدیو میخواستم در مورد موس من که کلا موس من چی و این همه این چیزه خودت افتادی که بابا این از این چلنج اگه خوشت میاد این ویدیو رو لایک و ساب کنید برای دوستاتون.